یه آقای از آشناهامون بودن، یه مغازه طلا فروشی داشتن. همیشه خدا مغازهشون قلقله مشتری بود. یه بار ازشون پرسیدم که چی کار کردید که اینجوری مغازتون همیشه شلوغه؟ گفتن که مادرم 3 دعا به من یاد داد که من در مغازه رو که صبح به صبح باز میکنم این 3 دعا رو میخونم، که اتفاقا یکی از دعاها رو هم آیت الله بهجت خیلی برای زیاد شدن روزی توصیه کردن. گفت این 3 دعا رو من به هر کاسبی گفتم تو هر صنفی مغازش از خودم شلوغ‌تر شده. بعدش دیوار پشت سرش هم که نگاه کردم دیدم این 3 دعا رو نوشته چسبونده به دیوار پشت سرش. گفت از این دعا فقط واسه کاسبان نیست، هر کسی بخونه چنان برکتی به زندگیش میاد که خدا میدونه. حالا این 3 دعا رو برای شما تو کپشن مینویسم، فقط یادت نره اگه میخوای برکت 1000 برابریش به زندگی خودت وارد بشه حتما این پست رو برای 5 نفر از دوستات بفرست که کارمای خیرش به زندگی خودت برگرده. توی کامنت هم برام بنویس یا وهاب.